سلام دوستان، آموزش تعویض کاسه و بربرینگ چرخ عقب پرا. دوستان به این صورت با یک چکش یا واسطه با بوکس 14 میندازیم، به این صورت میزنیم، 4 تا پیچو باز میکنیم. 4 تا پیچو که باز کردیم حالا میگم چجوری کاسه رو میندازیم. خب دوستان به این صورت 4 تا پیچو باز میکنیم و کاسه رو در میاریم. خب دوستان کاسه رو میاریم، یک ذره گریس میزنیم و اینو میندازیم و میایم با یه میله یا هر چیزی میزنیم و چکشو میزنیم یکم جا آوریم. خب اینم از این گریس ها اضافه رو برمیداریم، میریم پشت داخل اینم گریس کاری میکنیم و میایم این کوچیکه رو میندازیم با بوکس یا هر چیزی شد با چکش میزنیم. خب دوستان کوچیکه رو که انداختیم با بوکس میزنیم قشنگ جا بره. جا رفتنش به این صورته، نگاه میکنیم با دست قشنگ جا میره پایین. خب بعد میایم برعکسش میکنیم، دور تا دورش رو گریس میزنیم که بربرینگا رو جا بندازیم و بربرینگ هم به این صورت گریس کاری و به این صورت میندازیم. یک خورده گریس هم میزنیم باز. دوستان گریس حتما باید زیاد بزنیم تا چه بشه. خب به این صورت میندازیم. بعد میایم کاسه نمد رو میذاریم با یه چکشی یا هر چیزی قشنگ بره داخل و میایم گریس ها رو داخل بربرینگ میزنیم و بعد میگردونیم یه خورده گریس باز پشتش میزنیم و میایم این بربرینگ هم به این صورت گریس کاری میکنیم. خب بعد میایم اینجا جا میزنیم و بربرینگ کوچیکه رو میایم